ما با شرافت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با مردم شریفی تاجیکستان خیلی کارهای زیادی را به انجام رسانیدیم. مثلا در سمت ساحه اجتماعی، بنیاد مکتب‌ها، بنیاد کسالخانه‌ها، بنگاه‌های طبی، مرکزهای سلامتی، تولدخانه‌ها، باغچه‌های بچگان، خیلی. و ببینید امروز در همان دهه‌های دوردست، محل‌های اهالی نشین دوردست که از مرکز شهر نایاب 70-80 کیلومتر 50-60 کیلومتر دوردست بودند، بینیتون چقدر مشکلی مردم از بسیار جهت مسائل اجتماعی سبک گردیده است. چگونه مردم ما از لحاظ اقتصادی هم برای رفت و آمد به کسالخانه ها، به مراجعت به دیگر تبابت گرفتن دیگر، هم راه ها هم شرایط در نزد محله خودشان ببینید چقدر کاری ثواب شده است. لیکن حالا هم بعضا کارها باقی مانده است که ما باید پایانتر ایستاده میگذارم. با شرافت 35 سالگی باید کارها را ادامه داده به انجام رسانیم. هم شهر دیهات مملکت آباد میشه، هم مشکلات اجتماعی از بین میره.